درود عزیزان دل، میگویند که موسیقی است که سرحد ندارد، حدود ندارد، آن مرزی همه کشورها را میشکند و به دل‌های راه می‌یابد و موسیقی است که نوبسته به گوناگونی ملت‌ها، نوبسته به گوناگونی زبان‌ها یک احساس خیلی زیبایی را بیدار میکند. اما هنرمندی که حالا در برنامه خاطره ها شرکت کرده است برای ما بیگانه نیست، زبانش برای ما بیگانه نیست، ملتش، فرهنگش. یعنی دوستان عزتمند، مهمان ما هستند یک نفر هنرمند حرفه‌ای عزیز عمر هستند، هنرمند افغان و شما را به جمهوری تاجیکستان خوش آمدید میگویم و همچنین به برنامه خاطره ها. من از شما تشکر میکنم، از بینندگان محترم تلویزیون سفینه، از اینکه شما به ما وقت دادین که ما به تلویزیون شما سهم بگیرم. یک جهان تشکر میکنم از شما. ما نیز خیلی ممنون هستیم که در این روزها ما میدونیم که به شهر دوشنبه آمدید و در این روزها یک کمی سرکار هم هستید، با دوستان و میخورید، وقت جدا کردید و به برنامه ما آمدید. و برنامه خاطره ها یک برنامه هست که ما اطراف همان هنرمندانی حرف میزنیم که آفریده های آنها، ترانه های آنها، ایجادیات آنها در ذهن مردم باقی مانده است، هم در ذهن مردم تاجیک و هم در مردم افغان. و در ابتدای برنامه بیایید یک ترانه از همان استادان افغان برای تماشابینان ما پیشنهاد بکنید و بعدا صحبت را ادامه بدهیم. بله، آهنگ خدمت شما تقدیم میکنم. آهنگ از عالم شوقی است که تقریبا 40 الی 50 سال قبل خوانده شده. باشد. ما اینو بازخوانی کردیم بر شما. باشد، بیاید این ترانه رو ما پیشنهاد میکنیم و بعدا صحبتمون را ادامه میدیم. قربان شما. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. قد بالای تو به روی زیبای تو به، قد بالای تو به روی زیبای تو به، قد شمشاد تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. قد شمشاد تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. زاری زاری نازنین لحظه سویم بشین، زاری زاری نازنین لحظه سویم بشین. چشم شلای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. چشم شلای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم. جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد کنم.
جور و جفای تو را یاد کنم، ناله از این دل ناشاد. تماشابینان عزیز، برنامه خاطره هاست منظور شما و باید بگویم که امروز یک نفر از هنرمندان معروف افغان که در کشور ما نیز ترانه هایشان را دوست می‌دارند، گوش میکنند، هنرمند عزیز عمر است. ما شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و تشکر میگوییم برای شما برای اجرای همین ترانه زیبا. صدایتان خسته نباشد. قربان شما، زنده باشید. و گفتیم که مراتب اول نیست که به شهر دوشنبه میآید، اگر خطا نکنم مراتب چهارم است و بار آخر کدام سال آمده بودید؟ ما بار آخر سال 2017 بود. سال 2017 بود که آمدیم. من چند سرودم اینجا ثبت کردم به تلویزیون شما. من چون تاجیکستان زیاد دوست دارم، تاجیکستان زیاد دوست دارم و هر وقت میخوایم به تاجیکستان سفر داشته باشم. روی از همون منظور من هر وقت خود احساس بیگانگی نمی کنم به این کشور. به می عنوان میگم الا تاجیک تباران، سلام من شما را 100,000 به این نغزینه ملکتان بنازم، خدا را پاینده دارد تاجیکستان. تشکر زیاد، تشکر از اینقدر سخنهای نیک، سخنهای صمیمی، تشکر از لطفتان. قربان شما. و این مراتب نیز راحت هسته در شهر دوشنبه و دوشنبه رو چگونه دریافتید؟ و این سخنها رو من همیشه سوال میدهم با خاطر آن که ما میخواهیم شما اینجا راحت باشید. من دوشنبه را مثل وطن خود میدانم، یعنی وطن دوم من دوشنبه هست. به همه کشورها ما سفر داشتیم، ولی مثل مردم تاجیک تبار خود، مردم تاجیک همزبان ما تا حال در هر کشور که سفر کردیم انسانیت همینجا هست، شرافت همینجا هست، محبت همینجا هست و همه چیزی که به شما فکر میکنید همینجا هست. روی از این منظور ما هر وقت میخوایم به تاجیکستان سفر داشته باشم و جناب عالی از امام علی رحمان یک رهبر بزرگ و رهبر تاجیکان جهان است. واقعا که ما به حد به اینا حرمت دارم، سپاسگزار هستیم دائم ازشان. تشکر زیاد. و ما نیز میخواهیم که شما هر مرتبه، هر باری که میخواهید و هر باری که قلب شما احساسی تنهایی میکند حتما که به تاجیکستان بیایید. حتما هر وقت ما به تاجیکستان میام تا که زنده است. بله، و ما شما را همینجا همیشه با محبت خاصه استقبال خواهیم گرفت. قربان شما، مهربان هستید. و بیایید یک ترانه دیگر را پیشنهاد کنیم. از کدام استادان از استادان صنعت افغان برای ما میخواهید که پیشنهاد بکنید؟ آهنگ دوم از استاد بلتون بود که ایام تقریبا 40 الی 50 سال پیش خوانده شده. چون من این آهنگ زیاد دوست داشتم، خواستم بازخوانی کنم. باشد، بیاید همین ترانه رو ما عین زمان پیشنهاد میکنیم و شما این ترانه رو بخوانید و بعدا ما باز برمیگردیم به همین جا و سری همین صحبت. باشه. مرحبا. شکر که پری جانم آمد، از رای سفر نور دو چشمانم آمد. شکر که پری جانم آمد، از رای سفر نور دو چشمانم آمد. شکر که پری جانم آمد، از رای سفر نور دو چشمانم آمد. شکر که پری جانم آمد، از رای سفر نور دو چشمانم آمد. کاکل چی عجب شان نکردی، زلفک کجک و فشن جانان نکردی. کاکل چی عجب شان نکردی،
زلفک جک و فیشن جانا نکردی خوش بازرق خواه نکردی از روی کرم گشته به پرسان آمد خوش بازرق خواه نکردی از روی کرم گشته به پرسان آمد شکر که پری جان آمد از رای سفر دو چشمان شکر که پری جان آمد از رای سفر دو چشمان آمد شکر که پری جان آمد از رای سفر دو چشمان وفا یادم کردی دیدار تو را صدقه شوم شادم کردی از میر و وفا یادم کردی دیدار تو را صدقه شوم شادم کردی از قید غم آزادم کردی از غصه نمودم گل خندانم آمد از قید غم آزادم کردی از غصه نمودم گل خندانم آمد شکر که پری جانم آمد از رای سفر نور تو چشمانم آمد شکر که پری جانم از رای سفر نور دو چشمان آمد آمد ببرم لیلای امشب تا روز قیامت نشود بر پایم شب آمد ببرم لیلایم شب تا روز قیامت نشود بر پایم شب یک بوسه و صد خندانم شب یاری شدن و یاره قدردانم آمد یک بوسه و صد خندانم شب یاری شدن و یاره قدردانم آمد شکر که پری جانم آمد از رای سفر نور دو چشمانم آمد شکر که پری جانم آمد از رای سفر نور دو چشمانم آمد شکر که پری جانم آمد از رای سفر نور دو چشمانم آمد تشکر زیاد استاد. قربان شما میرم. تشکر از اجرایش زیبا. در صنعت افغان باز یک نفر از استادانی را میتوان یاد آورد که نام اون نفر برای مردم تاجیک نیز آشنا است و اون نفر نیز به تا جایی که من اطلاع دارم در تاجیکستان بودن تقریبا 50 سال پیش. استاد خیال را با این استاد چی نزدیکی دارد و چی گفته میتوانید؟ استاد خیال یکی از استادهای معروف افغانستان هستند که اونا شخص خودشان کمپوزیتور هستند. بله. نوازنده هستند، آوازخوان هستند. یعنی همه نوازنده های افغانستان از اونا کمپوزهای نو میگیرن و اونا اصلا با ما خویشی دارن. از مرا از خانم کاکای خانم ما میشه. کاکای خانم میشه و
چندین بار در جرمنی با منزل ما آمدن، با هم نشستیم، با هم ساز و بزم و آوازخوانی کردیم. دیگه از مرا احمد ظاهر فقید هم از دوستای بسیار نزدیک ما بودن. تقریبا 45 سال پیش عروسی ما بود که در عروسی ما احمد ظاهر فقید تشریف آورده بودن و چند آهنگ سرودن اونجا. و اون زمان شما هنرمند بودید، آوازخوان بودید؟ بله بله. ما اون وقت یک باند موسیقی داشتم، یک موسیقی جاز داشتم. خب 4 نفر بود، یک گیتاریست بود، یک درم نواز بود، جاز بند نواز بود، یک بیس گیتار بود و کیبورد بود و یک آوازخوان داشتیم به اسم نعیم پوپل. بله. خیلی خوب. و 5 سال ما این باند موسیقی را داشتیم و خودم هم گیتار می نواختم. و خیلی جالب، خیلی جالب. و بیاید ما یک ترانه دیگر اجرا کنید از آفریده های استاد خیال و بعدا ما میخواهیم که صحبت رو اطراف فعالیت خودتان ادامه بدهیم که گمان میکنم گفته های خیلی جالب هم دارید برای مردم تاجیک. مرحمت. بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما، بفرست هرچی غمت از به من خانه ما. بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. خانه ها با چی خوش خانه خرابم کردی، خانه ها با چی خوش خانه خرابم کردی، با زمین توی خانه ویرانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. خانه ها با چی خوش خانه خرابم کردی، با زمین توی خانه ویرانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. خود با آتش زدن و مردن و جان دادن بود، خود با آتش زدن و مردن و جان دادن بود، نقش از روز اول بر سر پروانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما، بفرست هرچی غمت از به غم خانه ما. جای دل بر سبزینه
جایت درون سینه من رفیق معتبر کردی شنیدم تو شرمیدی زرخت پینه من بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما بفرست هرچی غمم از بغم خانه ما بفرست هرچی غمم از بغم خانه ما بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما بفرست هرچی غمم از بغم خانه ما بفرست هرچی غمم از بغم خانه ما بوده من دلبری را از کی آموخت بوده من دلبری را از کی آموخت بشر خوی پری را از کی آموخت بپرس از چشم مست سرمه سایش که این جادوگری را از کی آموخت که این جادوگری را از کی آموخت بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه ما بفرست هرچی غمم از بغم خانه 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 ما بفرست هرچی غمم از بغم تماشابینان عزیز شما برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و ما امروز مهمان داریم یک نفر مهمان برادرمون دوستمون هم زبانمون و هم فرهنگمون هنرمند افغان عزیز عمر و شما را باری دیگر به برنامه‌مون خوش آمدید میگویم و تشکر میگویم به شما برای اونه که وقتی افتید به برنامه ما اومدید و برای اونه که نوبسته از خستگی صدایتان برای ما ترانه پیشنهاد کرده ایستادید. باور کنید از پیشنهاد این ترانه ها ما راحت کرده ایستادیم و گفتیم که درباره فعالیت خودتون بیاید حرف بزنیم. چند سال است که در صحنه هستید؟ در دنیای هنر هستید بگوییم. هنر یک بحر بی پایان است، یعنی هر قدر آدم تلاش کنه این بحر ختم کردن نمیتونه. بحر بی پایان است. یعنی هنرمند شدن هم کار آسان نیست. ما هنرمند نیست ولی میخوایم که یگان پارچه داشته باشم خدمت دوستا و عزیزا تقدیم کنم. هنرمند شدن کار ساده نیست. باره گریبان کنم از دست تو باره گریبان کنم از دست تو با یاد چشمان سیم است تو با یاد چشمان سیم است تو همدم پیمانه و ساغر شدم چو تو کنم ای خدا بی پا و بی سر شدم با پیر 100 ساله برابر شدم چو تو کنم ای خدا بی پا و بی سر شدم. تشکر برای شما. چند سال است که در صحنه هستید؟ حدوداً تقریبا 50 سال میشه. یک عمر انسانی. از نگاه شما موسیقی چیست؟ زیرا هر یک هنرمند موسیقی را برای خودش با یک معنای افاده میکند. برای شما چی؟ بر من موسیقی جسم است، جان است، روح است. بله. بدون موسیقی زندگی کردن مشکل است. بله. از مرا موسیقی روح و روانم است. بله. آبیم است و بدون موسیقی من نمیتونم زندگی کنم. استاد یک سوال دیگر، موسیقی اینقدر که شنیدنش راحت است اما اجرایشش خیلی مشکل است و هر یک نفری میخواهد که در همین راه باشد میدوند که این یک راه خیلی مشکل است.
اما اون روشنایی، اون گرمی، اون جوابی که میخواهیم و بگیریم چیست که ما به همین راه میرویم؟ محبت مردم یا چی؟ محبت مردم است. آدم باید محبت مردم را داشته باشه. یک موسیقی باید شعرهای مقبول داشته باشه، پارچه های مقبول داشته باشه تا جلب توجه کنه برای بیننده های خود. اطراف محبت شنونده گفتید. شما محبت را از جانب شنونده های تاجیک احساس میکنید حتما؟ حتما احساس میکنم، بله. احساس میکنم که من حتما دوباره آمدیم اینجا برای شما میخوانم. بله. از اطراف احمد ظاهر گفتید و گفتید که حتی در توی خانه‌دار شوی شما بودن و ما حتما که در انتهای برنامه میخوایم که یک ترانه از استاد احمد ظاهر بخواند، زیرا هر نفری که از این کشور است افغان است، نمی شود که اسم احمد ظاهر رو فراموش کند. حالا شما با یک سفر هنری اینجا آمدید و هم استراحت. بله. چند روز بود که در تاجیکستان هستید؟ ما مدت 17 روز میشه که به تاجیکستان هستم. ما یک فستیوال فیلم ها بود، به اونم دعوت بودیم دیگه. بسیار خوش گذشت، بسیار میهمان نوازی ها کردن، بسیار بدرقه های خوب از ما کردن. ما خاطری بسیار خوش داریم از تاجیکستان. روی از همون منظور ما هر وقت میخوایم تا که زنده هستم تاجیکستان بیم. تاجیکستان وطن دوم است، چون مردم تاجیک هم زبان ما هستن. ما واقعا بسیار دوست دارم تاجیکای خودم مثل روح و روان خود. دیگر رهبر نازنین شما که واقعا انسان بزرگوار هستند، انسان خیرخواه به ملت خود هستند، انسان هستند که به ملت خود دائم لطف دارن، مهربانی دارن. دیگر روی از اون منظور ما هم احترام زیاد برای ایشان دارم. تشکر زیاد و ما نیز افتخار از اون میکنیم، شکرانه هر بار میکنیم که مهم این که قلب‌های ما آرام است و همین آرامی را برای شما نیز تمنا داریم و چون گفتید که اینجا را که دوست می‌دارید، ما نیز شما را، مردم شما را خیلی زیاد دوست می‌داریم و ما نیز در هوای همین ترانه‌های شما غرق خیال‌های زیبا می‌شویم. نقشه بعدیتون کی است، چی است و کی می‌خواهید دیگر بار به اینجا برگردید اما با یک برنامه کنسرتی؟ نقشه بعدی ما اگر خواست خداوند باشه، ما زمینه مساعد شود، هر وقت ما میخوایم بیم. هر سال در نوروز شما ما اینجا 2-3 نوروز ما اینجا بودیم، برنامه‌های نوروزی اینجا بودیم دیگه. هر وقت که ما بخوایم میخوایم تاجیکستان بیم. از همه جهان کده ما همه کشورها را دیدیم ولی مثل تاجیکستان کشور به این خوبی، به این مهربانی، به این لطف و عاطفه مطال پیدا نتونستیم. روی از اون منظور ما دائم میخوایم تاجیکستان بیم. تشکر از لطفتون و ما نیز همیشه شما رو انتظاریم. قربان شما. همیشه در ذهن شما ثبت شود که اینجا شما رو انتظار هستند. برادران شما، خواهران شما. زنده باشید. و در انتهای برنامه بیاید یک ترانه خیلی زیبا دارن استاد احمد ظاهر. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. بله. این ترانه رو بیاید بخونیم. بله. مرحمت. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. حتی بستن از آن که ببندی و نپایی. حتی بستن از آن که ببندی و نپایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. حتی بستن از آن که ببندی و نپایی. حتی بستن از آن که ببندی و نپایی. خبردار نتوانم زدن از بیم رقیبان. خبردار نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم
بگدایی این توانم که بیایم و محلت بگدایی من ندانستم از اول که تو بمیر و وفایی من ندانستم از اول که تو بمیر و وفایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی شمع را با ید از این خانه بیرون بردن و کشتن شمع را با ید از این خانه بیرون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی من ندانستم از اول که تو بمیر و وفایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی دوستانک بکنندم که چرا دل بد تو دادم دوستانک بکنندم که چرا دل بد تو دادم باید اول بد تو گفتن که چونین خوب چرایی باید اول بد تو گفتن که چونین خوب چرایی من ندانستم از اول که تو بمیر و وفایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی عطا بستن از آن که ببندی و نپایی دوستان عزتمند برنامه خاطره ها را منظور شما گرداندیم با اشتراک یکی از مهمانان دوست داشتنیمان دوستمان برادرمان عزیز عمر هنرمند افغان و باقی به شما سعادت روزگار را تمنا داریم و بگذار که همین گونه ترانه ها همیشه در کاشانه های شما تنتنه کند. خیر از